ما باید تاکید کنم که در نظام بین الملل ما دو نوع بازیگر داریم که بیشتر برش پرداخته میشه که بازیگران رسمی است که به نام واحدهای سیاسی دولت ها شناخته میشن که اینها مراوداتشون به گونه رسمی است و در سپهرهای متفاوت کوشش میکنن و تلاش میکنن تا با توجه به گفتار، رفتار و عملکردشان، تعاملاتشان با بازیگران دیگر سیاسی بیان دولت ها تقویت کنن و روابط رسمیشان پابرجا داشته باشند. بحث دوم بازیگران غیر دولتی است که بازیگران غیر دولتی به شاخص های متفاوت تقسیم میشه، از جمله شرکت های چند ملیتی میتونه باشه، بازیگران دیگر از جمله جنبش های آزادی بخش میتونه باشه، جنبش های رهایی بخش میتونه باشه، گروه های افراطی میتونه باشه، توریسم میتونه باشه که بیشتر بعد از سالهای 1990 به این مسئله پرداخته شده. آن چیزی که در خصوص طالبان یا نوع نگاهی که در خصوص طالبان فعلا وجود داره، من فکر میکنم که از نوع دوم است، چون کشورهای همسایه و منطقه فراتر از منطقه طالبان به عنوان یک دولت شناسایی نکردن و دولت دو فاکتور طالبان تاکنون هم ادامه داشته و اینکه چرا ادامه داشته دلایلش هم مشخص است. اما نگاه ایران و پاکستان که بیشترین مرز با ما دارند در حقیقت نگاهی از بالا و پایین است، به این معنا که در طول سالیان متمادی ایرانی ها و پاکستانی ها در حمایت از طالبان عملکردهای داشتن و فعالیت های انجام دادن. حالا احساس میکنند که طالبان در حقیقت حمایت ها را نادیده میگیرن. ضمن از این مسئله یک چیز دیگر هم باید توجه داشته باشین که ایران و پاکستان احساس از این را میکنند، چون طالبان تقریبا نزدیک به 3 دهه است که با اوضاع افغانستان آشنایی دارند، با بازیگران غیر دولتی در منطقه آشنایی دارند که از جمله به گروه هایی را که من نام گرفتم، گروه های اسلامگرا، در حقیقت با اینها روابط تنگاتنگ دارن. احساس میکنن که ممکن است که یک نگاهی که قبلا در خصوص افغانستان وجود داشت و تاکید بر این صورت میگرفت که نباید افغانستان یک چنین روی کرده را اتخاذ کنه، البته در زمان جمهوریت بود، استفاده از 2 تا مبحث بود، مبحث تروریسم و در کنار از این مواد مخدر که افغانستان پتانسیلش داشت و کشورهای همسایه نگرانی داشتند که مبادا جمهوریت از تروریسم و مواد مخدر در برابر از اینها استفاده کنه. حالا نوع نگاه ایرانی ها و پاکستانی ها در خصوص افغانستان در حقیقت در خصوص این 2 تا مبحث مثبت میشه، به این معنا که احساس میکنن چون طالبان خودشون جز از این بازیگران بودن، ممکن است که از بازیگران غیر دولتی بیاین استفاده کنن و به لحاظ از اینکه یک دولت دو فاکتور هستند خیلی زیاد هم پاسخگو نمیتونن باشن. در کنار از این در سیاست خارجی ما یک مبحث دیگه هم داریم که عناصر و ابزارهای مشخصی به عنوان ابزارهای رسمی سیاست خارجی مطرح میشه که ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی میتونه باشه، ابزارهای نظامی میتونه باشه، اقتصادی، فرهنگی و تبلیغاتی. اینها در حقیقت 4 تا ابزار اساسی به عنوان ابزارهای رسمی در سیاست خارجی دانسته میشن. اما در کنار از این باز ابزارهای غیر رسمی هم است که دولت ها بیشتر این ابزارهای غیر رسمی را وقتی که استفاده میکنن مسئولیتش نمیپذیرن. شبیه پاکستانی ها که استفاده میکنن از گروه های اسلامگرا، شبیه ایرانی ها که استفاده میکنن از گروه های اسلامگرا، ولی مسئولیتش نمیگیرن. آن ایرانی ها و پاکستانی ها نگران از این هستند که مبادا طالبان یک چنین کاری را انجام بدن و در حقیقت در بازی که قبلا خودشان پیش می‌بردن این بازی را آل طالبان پیش برن. نمونه از این را می‌دونیم ما در حمله دیشب یا دیروزی از گروه هایی که اتفاقا گفته میشه با حمایت ایران فعالیت میکنن در خاورمیانه در سوریه مد نظر بگیریم، 3 سرباز آمریکایی کشته میشه، 24 سرباز آمریکایی زخمی میشه. بعد ایرانی ها میگن ما این گروه ها را حمایت نمیکنیم، اینها جنبش یا محور مقاومت هستن، خودشان فعالیت میکنن. به این معنی است که این مسئولیت مستقیم به دولت که حمایت میکنه بر نمیگرده و دولت میتونه به راحتی شانه خالی کنه و ایران و پاکستان هم نگران از این مسئله هستند که طالبان میتونن به راحتی شانه خالی کنن در صورتی که اتفاقات بیفته.